گلایکولیسیس یا گلیکولیز اولین قدم در تجزیه گلوکوز برای استخراج انرژی جهت متابولیسم سلولیه. این فرآیند در هر دو سلول پروکاریوتی و یوکاریوتی اتفاق میفته. اما در مورد اینکه در کجا این سلول ها رخ میده، اگر به این شکل رجوع کنیم، یک سلول یوکاریوتی رو میتونیم ببینیم. اینجا این ناحیه سیتوپلاسم هستش و این هم میتوکندری. همونطور که میبینیم گلایکولیسیس توی سیتوپلاسم سلول انجام میشه و میتونیم نتیجه بگیریم که گلایکولیسیس هم در سیتوپلاسم سلول پروکاریوتی رخ میده، هم در سیتوپلاسم سلول یوکاریوتی. همونطور که گفتیم گلایکولیسیس اولین مسیر اصلی متابولیک تنفس سلولی که به صورت ATP برای ما انرژی تولید میکنه. در طی دو مرحله مجزا حلقه 6 کربنی گلوکوز از طریق یک سری واکنش‌های آنزیمی به دو قند 3 کربنه پایروویت تقسیم میشه. ببینید شما توی آیمت یا توی آزمون تولک F شما فقط بایستی همین شکل رو بلد باشین، چیز اضافه تری لازم نیست یاد بگیرید. اما ما گلایکولیسیس رو به صورت کامل بررسی میکنیم. شما ممکنه توی دبیرستان خونده باشین که گلیکولیز 4 مرحله هستش. مثلا اون چیزی که خودمون خونده بودیم این بود که گلایکولیسیس 4 مرحله داره، در حالی که کاملا غلطه. گلایکولیسیس یک فرآیند 10 استپی یا 10 گامی هستش. حالا یک سری کتابا مثل کتاب کمبریج ممکنه این رو خیلی ساده و شماتیک بیاد بکشه و اصلا مرحله بندی نکنه، اما ما تا یه حدی این رو مرحله بندی میکنیم، مرحله ها رو بررسی میکنیم، اما هیچ کدوم از اسمای این مولکول هایی که شما اینجا میبینین یا اسم این آنزیم ها رو شما لازم نیست بلد باشین برای آزمون آیمت و یا تولک F. خب پس تا اینجا فهمیدیم که گلایکولیسیس یک فرایند 10 استپی یا 10 گامی هستش. ما این 10 گام رو میتونیم به دو تا نیمه تقسیم بکنیم. نیمه اول یا فاز اول انرژی اینوستمنت هستش که 5 تا استپ داره و نیمه دوم یا فاز دوم انرژی پی آف هستش. توی فاز اول سلول میاد انرژی سرمایه گذاری میکنه، میاد انرژی مصرف میکنه تا بعداً بتونه مقدار بیشتری انرژی دریافت بکنه. فرض کنید که شما 1 میلیون پول تو بانک میذارین، یه مدتی اونجا میمونه و بعد 2 میلیون پول برداشت میکنه. یه مقدار پول میذارین و اما در نهایت پولی که برداشت خواهید کرد بیشتر خواهد بود و انرژی پی آف در واقع همون فاز پول برداشت کردن. حالا تو اینجا در مورد مسئله ما میشه انرژی برداشت کردن. خب توی انرژی اینوستمنت گفتیم انرژی مصرف میشه. طبیعتاً مصرف این انرژی به صورت ATP هستش. دو تا ATP میان فسفاتاشون رو در اختیار مولکول گلوکوز قرار میدن و گلوکوز رو فسفوریله میکنن. در واقع آنزیم هایی این کار رو انجام میدن و گلوکوز ما رو فسفوریله میکنن. حالا چرا گلوکوز بایستی فسفوریله بشه؟ دو تا دلیل برای این قضیه وجود داره. یک، وقتی که گلوکوز فسفوریله بشه داخل سیتوپلاسم سلول ترپ میشه، به دام میافته و دیگه نمیتونه از سلول خارج بشه. این گلوکوز از طریق یک سری کانال هایی به صورت انتشار ساده وارد سلول شده. حالا اگر که بخوایم این گلوکوز رو داخل سلول نگه داریم کافیه که فسفوریلش بکنیم و اینجوری دیگه گلوکوز نمیتونه خارج بشه از همون چنل ها. و اینکه با افزودن فسفات ما میتونیم گلوکوز رو از نظر شیمیایی ریاکتیو تر بکنیم. یعنی چی؟ یعنی ببریمش به سطح بالاتری از انرژی، آنستیبلش بکنیم و وقتی آنستیبل بشه طبیعتاً تمایل پیدا میکنه که دوباره برگرده به حالت استیبل و به خاطر این تمایلش ما میتونیم از این آنزیم ها استفاده کنیم و انرژیش رو آزاد بکنیم، انرژی گلوکوز رو به صورت ذره ذره آزاد بکنیم. خب پس انرژی اینوستمنت در واقع ما اومدیم از ATP استفاده کردیم، گلوکوز رو فسفوریله کردیم، دو تا به ATP مصرف میشه، دو تا ATP و دو تا فسفات معدنی تولید میشه. در مورد انرژی پی آف فیز در واقع اون فازی هستش که ما میخوایم انرژی رو برداشت کنیم. توی این فاز، توی این 5 استپی که حالا جلوتر توضیح خواهیم داد، 4 تا ATP حاصل میشه، 2 تا NADH حاصل میشه و 2 تا پیروباس به علاوه 2 تا مولکول آب. پس انرژی پی آف فیز گلایکولیسیس 4 تا پروداکت به ما میده: 1 مولکول آب، 2 پیروبات، 3 NADH و 4 ATP. تعداد هر کدوم چقدره؟ 4 تا ATP، 2 تا NADH، 2 تا پایروویت، 2 تا H2O. حالا اگر بپرسه که نت آوتپوت گلایکولیسیس چیه، اون وقت این عددا متفاوت میشن. چرا؟ منظورمون از نت آوتپوت چیه؟ در واقع تعداد ATP های خالص، میزان مصرفی به علاوه میزان در واقع استخراج شده، میزان به دست اومده. اوکی، مثل جمع کردن یه عدد منفی و یه عدد مثبت میمونه.
ما اینجا منفی 2 تا ATP به دست آوردیم، اینجا مثبت 4 تا ATP به دست آوردیم. اگر اینها رو با هم جمع کنیم نت اوتپوت داشته باشیم چه تعداد ATP به دست اومده؟ طبیعتاً 2 تا. پس در انتهای گلایکولایسیس ما 4 تا پروداکت داریم، از هر پروداکت 2 تا. اگر فقط انرژی پی آف فیز رو بپرسه باید بگیم 4 تا ATP تولید میشه. اوکی. خب بریم حالا مراحل گلایکولایسیس رو ریز به ریز بررسی کنیم. توی استپ اول ما گلوکوزی رو داریم که به صورت انتشار ساده وارد سلول شده. حالا آنزیم هگزوکاینیز میاد و یه دونه ATP مصرف میکنه و اون رو تبدیل میکنه به ATP. این فسفاتش رو انتقال میده به گلوکوز 6 فسفات. بچه‌ها خود آنزیم این رو مصرف نمیکنه، یعنی در واقع فسفاتش رو فقط این آنزیم نیاز داره دیگه. فسفات این رو میکنه و ترانسفرش میکنه به مولکول گلوکوز. حالا ما اینجا چی داریم؟ گلوکوز 6 فسفات داریم. گفتیم چرا فسفوریله میکنیم؟ دو تا دلیل داشت. یکی اینکه از نظر شیمیایی ریاکتیو تر میشن، به سطح بالاتری از انرژی میرسن، آن استیبل میشه و تمایل پیدا میکنه که استپ های گلایکولایسیس رو طی بکنه. وقتی آن استیبل شده تا تهش به یک پروداکت استیبل تر برسه و اینکه فسفات کردن باعث میشه که مولکول ترپ بشه داخل سلول. خب بعدش ما گلوکوز 6 فسفات رو ساختیم. حالا آنزیم فسفو گلوکو ایزومراز میاد و گلوکوز 6 فسفات رو به ایزومرش تبدیل میکنه که فروکتوز 6 فسفات هستش. یه نکته اینجا بگم بچه‌ها، هر زمان هر آنزیمی یک مولکولی رو به ایزومرش تبدیل کنه ما به اون آنزیم به طور جنرال میگیم ایزومراز. اوکی. حالا اینجا با توجه به اینکه گلوکوز 6 فسفات رو داره تبدیل میکنه به فروکتوز 6 فسفات ما بهش میگیم فسفو گلوکو ایزومراز. اوکی. پس ایزومراز انواع مختلفی داره ولی همه ایزومرازها یک مولکول رو به ایزومرش تبدیل میکنن. خب بعد از اینکه فروکتوز 6 فسفات رو ساختیم، حالا استپ سوم رو داریم. آنزیم فسفوفروکتوکاینیز میاد یه دونه ATP دیگر رو فسفاتش رو جدا میکنه و انتقال میده به فروکتوز 6 فسفات ما و تبدیل میشه به فروکتوز 1,6,20 فسفات. بازم سطح انرژیشو میبریم بالاتر. یه نکته اینجا وجود داره، این آنزیم هر زمان که ATP به مقدار زیاد داخل سلول وجود داشته باشه فعالیتش کم میشه. هر زمان ATP کم باشه، ADP خیلی زیاد باشه، فعالیتش رو زیاد میکنه و سلول به این صورت میتونه گلایکولایسیس رو رگولیت بکنه. خب بعد از اینکه فروکتوز 1,6,20 فسفات ساخته شد، حالا به مقدار کافی آن استیبل شده، آنزیم آلدولاز میتونه بیاد و روش عمل بکنه. چیکار میکنه؟ این رو میشکنه، تبدیلش میکنه به 2 تا قند 3 کربنی. یک قند 6 کربنی رو میشکنه تبدیل میکنه به 2 تا قند 3 کربنی. این 2 تا قند ایزومر همدیگه هستن، یکسان نیستن. یکی از اونها گلیسر آلدهید 3 فسفات هستش و اون یکی دیهیدروکسی استون فسفات هستش. این ترکیب های 3 کربونه ایزومر همدیگه هستن. ما فقط به این گلیسر آلدهید 3 فسفات نیاز داریم و به دیهیدروکسی استون فسفات نیازی نداریم. پس با توجه به اینکه اینها ایزومر همدیگه هستن میتونیم از یک آنزیم ایزومراز استفاده کنیم و این رو تبدیلش کنیم به گلیسر آلدهید 3 فسفات. خب من اینجا یه چیزی به شما بگم. این واکنش هایی که میبینیم به صورت تعادلی هستش، یعنی هی به همدیگه میتونن تبدیل بشن، منتها هیچ وقت به تعادل نمیرسه. چرا؟ چون به محض اینکه G3P ساخته میشه استپ‌های بعدی گلایکولایسیس رو طی میکنه. خب این 5 استپی که گفتیم توی فاز انرژی اینوستمنت یا سرمایه‌گذاری انرژی یا در واقع مصرف انرژی بودش. حالا فاز دوم که میخوایم انرژی ها رو برداشت کنیم چی هستش؟ با استپ 6 شروع میکنیم. اون مولکول G3P که اینجا گفتیم میتونه یک سری فریانت روش انجام بشه. آنزیم تیریوس فسفات دیهیدروژناز میاد روش عمل میکنه، این G3P رو اکسیدایز میکنه. همیشه بدونین هر وقت که یک مولکولی اکسیدایز میشه یه مولکول دیگه بایستی ریدیوس بشه. اون چه مولکولیه که ریدیوس میشه؟ مولکول NAD پلاس هستش. NAD پلاس ریدیوس میشه و تبدیل میشه به 2 تا NADH. چرا میگیم 2 تا NADH؟ به خاطر اینکه 2 تا G3P داریم دیگه، درسته؟ یه دونه G3P که ساخته میشه، یه دونه هم DHAP ساخته میشه که بعد ایزومراز تبدیلش میکنه به G3P. پس 2 تا G3P خواهیم داشت و هر کدوم از این G3P ها یه دونه NADH میسازن. چون 2 تا داریم پس میگیم 2 تا NADH حاصل میشه. خب با توجه به اینکه این ریداکس ریاکشن
خیلی انرژی آزاد میکنه. از این انرژی میشه استفاده کرد و 2 تا فسفات رو متصل کرد به این 2 تا G3P ها. بچه‌ها حواستون باشه 2 تا فسفات به یک مولکول اضافه نمیشه. اگر اینجا گلیسر آلدهید فسفات رو نگاه کنین، یه دونه فسفات خودش داره و توی اینجا هم دوباره همون فسفات هستش، منتها اینجا نوشته 2 تا به خاطر اینکه 2 تا از این مولکول ها داریم. این هم ایزومراز روش عمل میکنه، تبدیل میشه به G3P و این 2 تا G3P ها وارد این فرآیند میشن و 2 تا فسفات رو جذب خودشون میکنن و تبدیل میشن به 2 تا یکس بیسفوگلیسرات. حالا اینجا باز دوباره یه آنزیم دیگر رو داریم، فسفوگلایسروکاینیز، که در واقع از یکی از این فسفات ها استفاده میکنه و ADP رو تبدیل میکنه به ATP. اینجا ما اولین در واقع 2 تا ATP تولید خواهیم کرد. بعدش تبدیل میشه به یک مولکول دیگه، باز دوباره یک سری آنزیم ها رو این کار انجام میدن. ما کاری با این تیکه نداریم. توی استپ 9 2 تا مولکول آب آزاد میشه. این استپ توسط آنزیم انولاز انجام میشه و بعد در نهایت ما آنزیم پایرویت کاینیز رو داریم که این پایرویت کاینیز میاد و 2 تا ATP رو تبدیل میکنه به ATP. در نهایت توی انرژی پیاف فیز 4 تا ATP تولید میشه، 2 تا NADH، 2 تا مولکول آب و 2 تا هم پایرویت خواهیم داشت. بچه‌ها مجدد بگم هیچ کدوم از آنزیم هایی که اینجا اسم بردیم، هیچ کدوم از اسمایی که اینجا هستش برای شما لازم نیست که بدونید، به جز حالا پایرویت که خب خیلی مهمه و خب همین گلوکوز و اینکه بدونین فسفوریله میشه، همین و دیگه بیشتر از این لازم نیستش.